خدمات علاقه تاجیکستان بهاگذاری یک شرکت بریتانیایی در مورد نرخ گران اینترنت در تاجیکستان را غیر واقعی عنوان کرد. خدمات بریتانیایی برودبند جنی دیروز در گزارش شاخصی دسترسی به داده‌های موبیلی تاجیکستان را در میان 179 کشور در جای 163 قرار داده است. این نهاد نرخ اینترنت موبیلی را وابسته به درآمد میانه اهالی حساب کرده است که در تاجیکستان یک مشتری برای 10 جی بی اینترنت $13.77 مصرف می‌کند. خدمات علاقه میگوید مؤلفان پژوهش با این نهاد همکاری نکردند و نشان دهنده‌هایی که ذکر شدند با واقعیت در تاجیکستان مطابقت نمی‌کنند. خدمات علاقه با مسئولیت کامل ابراز می‌دارد که یگان اپراتور موبیلی و پروایدر اینترنتی نه برای اینترنت موبیلی و نه برای اینترنت خانگی با ارزش $1377 یا حدود 150 سومانی اینترنت پیشنهاد نمی‌کند. خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از نشر هر گونه موادهای ناسنجیده و ناصحیح که در وسایل اخبار عامه که باعث خللدار گردیدن رشد بومرام ساحه علاقه میگردد اظهار تأسف میکند. برودبند جنی گفته است که این رده‌بندی را در اساس نظرپرسی میان بیش از 70,000 ساکن این کشورها در تناسب با درآمد میانه اهالی تهیه کرده است. این شرکت درآمد میانه اهالی تاجیکستان را $170 برآورد کرده است که 8% آن برای خرید اینترنت موبیلی مصرف می شود. اما شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان نیز $13.77 حساب شدنی 10 جی بی اینترنت را غیر واقعی می‌دانند. نرخی که آنها پیشنهاد کردند یا در تحقیقات آمده است برای تاجیکستان حداقل 3 مرتبه بالاتر است. در حال حاضر در شرکت ما 10 گیگابایت اینترنت به طور ثابت حدود 51 سومانی ارزش دارد. یعنی اگر به سومانی حساب کنیم 1 گیگ اینترنت 4.95 سومانی ارزش دارد. بختیار میرزا رحیمов راهبر شعبه کار با میزاجان شرکت زد موبایل نیز میگوید در این گزارش بازار موبیلی تاجیکستان به طور باید و شاید آموخته نشده است. اگر مثال گیریم سال 2023 ماه رو برای یک مشتری ما 7.5 سومانی پرداخت میکرد. کنون برای یک مشتری اول سال رو اگر گیریم 1 گیگابایت 2.5 سومون رو تشکیل میده. حاضر اگر که با نظر گیریم اقدام هایی که شرکت ما در پیش مونده است، یکی از اقدام هایی که در آن بر عوض 100 سومون مشتری 100 گیگ میگیرد. اگر این را بر حساب میانه اگر حساب کنیم برای یک مشتری 1 گیگ 1 سومون علاقه درست میبود. مسئولان شرکت های موبیلی میگافون، انار و آموبایل هم برای آزادی گفتند که آنها 1 جی بی اینترنت را متناسباً از 1 تا 7 سومانی میفروشند. با وجود پایفشاری شرکت های مخابراتی به گران نبودن ارزش اینترنت در تاجیکستان، مردم از گرانی و صفت آن شکایت دارند. در 2 سال اخیر امام علی رحمان نیز در پیام‌هایش از صورت و ارزش اینترنت نگرانی می‌کند. اما خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت واویلان موبایل میگوید آنها هنگام نرخ‌گذاری امکانات شهروندان را به اینابت می‌گیرند. با خدمات‌های گوناگون ما موافقه می‌کنیم. از جمله با خدمات ضد انحصاری نرخ اصلی معین کرده می‌شود و پس آن نرخ نهایی. برای همین فکر می‌کنم اینترنت ما علاقه ما برای مشتریان ما اونقدر گران نیست. صرف نظر از موقعی خدمات علاقه و نارضایتی شرکت‌های مخابراتی، کارشناسان میگویند بهاگذاری شاخصی دسترسی به داده‌های موبیلی زیاد غیر واقعی نیست. رستم گلوف کارشناس فناوری‌های اطلاعاتی میگوید نمی‌شود گفت که این صرف دروغ است یا صرف راست است، چون که یک نشان دهنده میانه است. اما این کارشناس ارزش اینترنت را در تاجیکستان گران می‌داند. البته گران است. گپ در سر آن می‌رود که همین بازار با رقابتی بود و تو یک همین منوپول دولتی ساختنشان یک گیم رشد هم میکرد تا این آن درجه نرخ هم پست میشد. این زمان متاسفانه این گونه شرایط نیست که شرکت ها در بازار با رقابت رشد کنند و نرخ ارزانتر رو پیش کنند. با نظر داشت اون درآمدی که ما داریم البته این قیمت است. ارزش گران و صورت نامناسب اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان‌های بین‌المللی انتقاد می‌شود. فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال اخیر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام است که شرکت‌های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند.